در شهر سیاتل شرکت اینترنتی آمازون نخستین فروشگاه بدون خزینه‌دار و فروشنده را باز کرد. روز دوشنبه الکی مشتریان امکان پیدا کردند که از خدمت فروشگاه تجربه کنند. خریدار با یک تلفن و ضمیمه مخصوص هنگام ورود به مغازه می تواند مال و کالای انتخاب کرده‌اش را بخرد. ضمیمه آمازون گوی نصب شده در تلفن موبیلی هر کالایی که از رفع‌ها برداشته می شود به فهرست خرید مجازی خریدار اضافه می کند. اما اگر مال را به رفع‌ها برگردانند خود به خود از فهرستی خرید حذف می گردد. فروشگاه مذکور از یک سال پیش به طور سنجشی عمل می کرد و تنها کارمندان شرکت حق استفاده از آن را داشتند. در این مدت بعضی از نقصان‌های فروش مجازی معلوم و برطرف کرده شد. تاکنون نمایندگان شرکت آمازون نقشه‌های بعدی خود را درباره افتتاح چنین فروشگاه‌ها آشکار نمی‌سازند. سال گذشته آمازون شرکت بزرگی وول فودز را خریداری کرد که بیش از 470 فیلیال و یا شعبه دارد.